تو روز روشن دارن دروغ میگن. آیا پیشه‌وری ایران رو تجزیه کرد یا قصد تجزیه داشت؟ قطعاً خیر. دیدگاه رسمی پیشه‌وری فدرالیسم و ایالتی شدن ایران بود. آذربایجان در دوره فقره دموکرات به عنوان ایالتی از ایران اداره شد و هیچ سندی مبنی بر تجزیه اون وجود نداشت. میگه که هیچ سندی بر تجزیه طلبی پیشه‌وری وجود نداره. پس نامه‌های پیشه‌وری به استالین چیه که تو اونا داشت گدای تفنگ و سرباز میکرد که بتونه آذربایجان رو از ایران جدا کنه؟ نحن يا أخي على رأس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ این عکسی از نامه پیشه‌وری به استالینه که توش میگه تا زمانی که مرزها رو تحت کنترل داریم، اگه به ما مقداری تفنگ بدید ما میتونیم از تهران جدا بشیم و حکومت ملی خودمون رو در آذربایجان بنا بسازیم. من یه وقتی داشتم مقاله تهیه می‌کردم راجع به تاریخچه حجاب در ایران. بنابراین من رفتم مقاله حجاب دهخدا رو بخونم. متوجه یک نکته شدم. چند تا نقل قول آمده بود از شهید مرتضی مطهری. ایشون سال 1300 فکر کنم که 58 59 به قتل رسید و ازش به عنوان شهید دهخدا نقل کرده باشه. آیا معنی میده همین چیزی؟ دیدم که تاریخ چاپ کتاب هست 1332. دیدم عجب، خب اگر هم 1332 این کتاب چاپ شده باشه، اون چیزی که مسلمه آقای مطهری هنوز شهید نبوده. در جمهوری اسلامی کتاب به تاریخ گذشته چاپ میکنن. هدف ساخته شدن فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان تجزیه کردن ایران بود. این نامه محرمانه استالین به میر جعفر باقروف رئیس جمهور وقت باکوه که تیتر نامه اینه: اقدام به تشکیل یک حرکت تجزیه طلبانه در آذربایجان جنوبی و دیگر استانهای شمالی ایران. در خرداد 1299 با حمایت محدود شوروی، جمهوری شورایی گیلان اعلام موجودیت کرد. جمهوری سوسیالیستی که در گیلان تشکیل شد، حکومتی با دبیرکلی میرزا کوچکخان جنگلی که پس از انقلاب بلشویکی در روسیه به کمک ارتش سرخ در 15 خرداد 1299 اعلام موجودیت کرد. نخستین ارتباط و ملاقات میرزا با فرمانده ارتش سرخ ژنرال فئودوروویچ راسکولنیکوف انجام میگیره که خب اسم مستعاره، مشخصه. اسم اصلی این ژنرال روس فئودور ایلینه که از جمله بلشویک های قدیمی بوده که در انقلاب اکتبر نقش داشته. روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای بوده که نه تنها در گیلان و ایران بلکه در بالتیک هم خب اونجا نقش ایفا کرده. در جنگ داخلیشون، در جنبش کمونیستی که اونجا برقرار شد که اینها هم بپیوندند به این مجموعه شوروی. کاری که میخواستن برای گیلان هم مشابهش رو انجام بدن. پیشه‌وری یک خائن بود. اسمش یونس بود، یونس استاد سرایی. خرداد 1299 رسما جمهوری شورایی گیلان رو بنا کرد، ولی بولشویک‌ها و جناح‌های تندرو خیلی زود کنترل از دستش گرفتن. یونس استاد سرایی واقعا کی بود؟ قهرمان آزادیخواه ایران، خیانتکاری که راه رو برای بیگانگان باز کرد. خائن بود.